السلام علیکم مردمی جسور با ناموس تاجیک. ما جنگجوی نبودیم، نیستیم، ولی ما را مجبور کردند، خون ناحق ریختند، جوانای ما را کشتند، پراندند، یرجا کردند، زمینای ما را غصب کردند. ما مجبور شدیم خود را محافظت کنیم. من این قصاص خونی اسکر بچه تاجیک، انا این تاجیکستان به پیش میگم، تاجیکستان به پیش، در حق مردم، در حق جنگاوران داغو باشید.